خب برای نوشتن احجاب سبعه ما دو تا موقعیت داریم. یک، باید از جدول کواکب استفاده بکنیم، جدول ایام که براتون به صورت PDF فرستادم. دو، باید منتظر بمونید که شرف قمر بشه. با یک مداد نتراشیده هم میتونید این کار رو انجام بدید. حالا نیاز به اعمال خاصی از علوم غریبه نیست. این هم یک موردی که خدمتتون عرض کنم. ببینید شما فرض مثال جهت استفاده از جدول ایام، خب هر 12 ساعت روز و یا 12 ساعت شب کلاً 24 ساعت شبانه روز ما رو تشکیل میده. ولی بعضاً ممکنه ما ساعتهایی داشته باشیم که کمتر از 1 ساعت باشه، حتی ساعتهایی میتونیم داشته باشیم که بیشتر از 1 ساعته. درست شد؟ این در طلوع و غروب آفتاب و عرض جغرافیایی شهر ما هست که اینها رو تعیین میکنه. ببینید فرض بکنید که شخصی در شهر شیراز زندگی میکنه یا در تهران، هیچ فرقی نمیکنه. خب نسبت به عرض جغرافیایی اون شهری که در اون زندگی میکنید دو تا حالت رو بسنجید. یک، از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب برای ساعات روز، از غروب آفتاب برای طلوع مجدد آفتاب یک زمان دیگر بسنجید. این هم برای در واقع ساعات شب هستش. خب فرض مثال کسی میخواد در ساعات روز این ادیه ها رو بنویسه. خب در این حالت باید از طلوع آفتاب تا غروب رو زمان بسنجه، تبدیل به دقیقه بکنه. خب کل ساعتی که سنجید. خب وقتی که این کارو کرد، مثال میگم از طلوع آفتاب تا غروبش فرض بکنید، فرض بکنید که 12 ساعت و 15 دقیقه شد. خب در این حالت 12 ساعت و 15 دقیقه خودتون رو تبدیل به دقیقه بکنید. خب که حالا n مقدار دقیقه میشه. این رو تقسیم بکنید به 12 ساعت جدولتون. ببینید برای هر ساعت شما چند دقیقه میفته. همون قدر قابل به استفاده از جدول کواکب هست. حالا اینها رو فرستادم که یک ذهنیت جدیدی بگیرید، ولی خب من حدوداً 2-3 روز دیگه با یک تعداد آموزش هایی رو آماده میکنم براتون در این خصوص که بیشتر آشنا بشیم با این موارد و بتونیم که بیشتر از این خواص استفاده بکنیم. منتها قبل اون دوست دارم که در خصوص شورف شمس هم با دوستان صحبت بکنیم. یعنی قبل اینکه اقدام بکنید به نوشتن احجاب سبعه حتما صبر بکنید فایل شورف شمس در واقع اجرا بکنیم، برای شما ارسال بکنیم که بعد اون اگر خواستید اقدام به نوشتن حجاب های سبعه بکنید.